پیتر الو کوفته پلو کت خدا شمایی؟ پنه پگاو مش حسنم کت خدام دیگه. ببین فرفر مذاکرات به راهه. والا کل هیئت ما رفتن بیرون، چلو کباب همی بلنبانندی، فقط من همی مانده ام. شل مغز چلو کباب چه می باشندی؟ بنال ببینم در مذاکرات چه می گویندی؟ من چون زبان نمیفهمندی چیزی نمیگویمندی، آنها فک می جنبانندی. مذاکره که جدی می شود به من میگویند برو در حیات بازی کن، روساباد و پکنکده حضور دارندی. ای بابا برو یکم کش بده، دوباره زنگ همی میزنمندی. الو الو قال چه غلطی داری میکنی؟ کت خدا آقا دارم موشکم میسازمندی. احسنت طیبالله کل موشکاتکم. با چی موشک میسازی؟ کت خدا آقا با پیت حلبی و تاپاله گاو. قال مسخره بازی همی در نیاور، مگر با اینها هم میشود موشک همی ساخت؟ چیکار کنیم کت خدا آقا؟ تحریم میباشندی، چیز دیگری هم نداریم. فقط عجله کن وقت همی تنگ است. الو مذاکرات چه شد؟ تحریم ها را همی برداشتندی؟ میگویند وقتتان همی دارد تمام میشوندی. وقت را همی کش بدهندی. الو گفتند وقت کم است، موشک چه شد؟ کت خدا آقا آخرهایش میباشندی، فتیلهش را که به چسبانم تمام میشوندی. فتیلش را از کجا آوردی؟ از کش دنبان ریس چه بکنیم کت خدا؟ تحریم است، مجبوریم از تولید داخلی حمایت همی کنیمندی. ای کل پوک بجنبان، دیر شد. کت خدا میگویند وقتتان تمام است. قال چه شد؟ موشک را هوا کن. ای خاک بر سرت قال چه شد؟ کت خدا خطای انسانی بود. نه موشک های به درد میخوره نه مذاکرات. از هر طرف بری به دیوار میخوری کت خدا.